سلام به شما. امروز میخوایم یه بررسی دقیق داشته باشیم روی فیلم وارفیر، محصول 2025. منابع مختلفی رو دیدیم، از نقدها گرفته تا مطالب پشت صحنه. میخوایم ببینیم این فیلم که انقدر ادعای واقع‌گرایی داره واقعاً چی تو چنته داره و چرا انقدر سر و صدا کرده. آماده اید؟ خب، نکته اول که خیلی جالبه اینه که فیلم یعنی حاصل همکاری الکس گارلنده، کارگردانی که خب میشناسیمش از اکس ماشینا و جنگ داخلی، با ریمندوزا که ایشون کهنه سرباز نیروی دریایی آمریکاست و ظاهراً داستان فیلم هم مستقیما از تجربیات خود مندوزا تو نبرد رمادی سال 2006 اومده. دقیقاً، نبرد رمادی هم که میدونیم یکی از شدیدترین درگیری‌های شهری تو جنگ عراق بود و منابع هم خیلی تاکید دارن که این واقع‌گرایی فقط نمایش خشونت نیست، یعنی تلاش کرده ملال، تنش روانی، جزئیات میدانی که سربازا تجربه میکنن رو نشون بده، جنبه‌هایی که خب خیلی وقتا فیلم‌های هالیوودی ازش رد میشن. آها، پس فقط جنگ و درگیری نیست. نه دقیقاً، یعنی همکاری با مندوزا احتمالاً اینجا خیلی کمک کرده. داستانم درباره یه تیم نیروی دریاییه توی مأموریت مخفی تو همین رمادی که درگیر میشن. جالب شد. یه سوال، شما گفتید الکس گارلند، مگه ایشون نگفته بود که دیگه نمیخواد کارگردانی کنه؟ چطور شد اینجا اسمش هست؟ نکته خوبیه. ببینید، مثل اینکه گارلند بیشتر نقش حمایتی و یه جورایی راهنما رو داشته برای مندوزا، چون این اولین تجربه کارگردانی مندوزا هستش. اینم دومین همکاریشون بعد از جنگ داخلی محسوب میشه. آها، پس بیشتر نقش منتور رو داشته. یه همچین چیزی. فیلمبرداری هم از می 2024 تو بریتانیا شروع شده. بازیگر نقش اصلی هم دیفاروون هست که نقش خود مندوزا رو بازی میکنه. کنارش هم بازیگرای خوبی هستن: ویل پولتر، کازمو جارویس، کیس کانر، جوزف کوین، نوآ سنتینو. پس تیم بازیگری قوی داره. خب با این ترکیب جالب کارگردان کهنه‌کار و کهنه سرباز و این تمرکز روی تجربه واقعی، آدم خیلی کنجکاو میشه بدون واکنش‌ها چی بوده. یعنی تونسته نظر منتقدا و مردم رو جلب کنه. خب واکنش‌ها عمدتاً مثبت بوده. BBC مثلا گفته دستاوردی فنی و احساسی، که یعنی سعی کرده هر دو جنبه رو خوب در بیاره. گاردین که دیگه خیلی تعریف کرده، 5 ستاره داده و حتی مقایسش کرده با فیلم‌های بزرگی مثل نجات سرباز رایان یا همه چیز آرام در جبهه غربی. وای، مقایسه با نجات سرباز رایان خیلی حرفه. آره واقعا. از نظر مخاطبا هم خوب بوده ظاهراً. سینماسکور نمره A منفی داده که خیلی خوبه. پسترک هم گفته 90% رضایت داشتن. پس حسابی تحویلش گرفتن. اما خب همیشه یه عده‌ام هستن که شاید اونقدر خوششون نیاد. این تمرکز زیاد روی واقع گرایی، روی خشونت بی‌پرده، آیا انتقادی هم بهش بوده؟ حتماً. دقیقاً همینطور که میگید، این سبک خب سلیقه‌ایه. بعضی منتقدا مثلا ددلاین هالیوود به همین اشاره کردن. گفتن شاید این نمایش بیرحمانه خشونت باعث شده فیلم از نظر داستانی یکم یعنی عمق کمتری داشته باشه. انگار تمرکز روی واقعیت یه مقدار به قیمت کمرنگ شدن داستان تموم شده. آره، قابل درکه. این بحث همیشه هست تو فیلم‌های جنگی واقعی گرایانه. خب از نظر فروش چی؟ گیشه چطور بوده براش؟ تا اوایل ماه می 2025، یعنی تو همون هفته‌های اول اکرانش، فروش جهانیش نزدیک 30 میلیون دلار بوده. حدود 29.6 میلیون. بیشترش یعنی حدود 24 میلیون مال آمریکا و کانادا بوده، 5.5 میلیون هم بازارهای دیگه. برای شروع بد نیست، مخصوصاً برای فیلمی با این سبک. بله، به نظر شروع معقولی میاد. بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم، وارفیر یه فیلمیه که از دل واقعیت اومده. همکاری یه کهنه سرباز و یه فیلمساز شناخته شده است، تمرکز شدید روی واقعی گرایی جنگ، بازیگرای خوبی هم داره، بازخورد هم عمدتاً مثبت بوده، هم از طرف منتقدا هم مخاطبا، هرچند که خب بحثایی هم در مورد نمایش خشونت و شاید عمق روایتش هست. دقیقاً. و این ما رو میرسونه به یه سوال جالب که شاید شما هم به عنوان بیننده بخواید بهش فکر کنید. وقتی یه فیلم انقدر بی‌پرده و واقع گرایانه تروما و خشونت جنگ رو نشون میده، چه اثری روی شما میذاره؟ آیا این نوع نگاه کمک میکنه واقعیت جنگ رو بهتر بفهمیم
یا نه صرفاً یه تجربه تکان دهنده است که ممکنه لایه‌های داستانی عمیق‌تر رو نداشته باشه؟ سوال خیلی خوبیه. واقعاً جای فکر داره. خیلی ممنون که امروز برای این بررسی با ما همراه بودید.